الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. برادران عزیز و گرامی، در دو مسئله برای من بسیار اعتراض کردن و از دو مسئله گفتگی ما بسیاری برادرای ما گوییم، شاید بسیار هم نه، یک اندک از برادرای ما ناراحتی کردن. یکی مسئله ای که من از نام مادرها و خواهرهایی که اونها را 3 سال و 5 سال و 11 سال که من این سالها را از زبان اونها برای شما گفتم و یک مراجعت هم کردم، شاید یگان حالتی یگان احساساتی هم بود، یگان تحقیر همون زنهای روس هم کرده باشم. مثل گفتم که مثال شما همون زنهای بعضی بوگنی گفته. بله برادران عزیز، من این را از حساب آن گفتم که وقتی میبینم حق این زنها وقتی پایمال میشوند، من این را به این خاطر گفتم. ولی با من 3-4 نفر نشستند و سوال جواب کردند، با تلفن با من سوال جواب کردند و بسیار ناراحتی کردم به خاطری که اونها خودشون زنی روسی داشتن. حتی من سخن اونها را نویساندم، اگر اینجا ده که وای برای من چی گفت. من سخنشان گفت بابای حاجی گفت انا من زنی روسی دارم. این سخن یکی از آن برادرایی که من در زنگ زده بود. 1000 تاجیک ده بهتر بالا هست، بوگنی نیست، تحقیر نکن. من 6 فرزند دارم و این زن من اسلام قبول کردگی است، برای همین دل ما را مقصد سیاه نکن. این سخنی همون برادرای بود گوییم که در مجموع بر من زنگ زدن و این سخن گفتن. برادرای عزیز و گرامی، من اولا شما آگاه باشین که خوب شما هر یک حرفی مرا، هر یک سخنی مرا با دقت گوش کنید. من قبلا میگم با والله قسم چیزی میگویم به خاطر خدا میگم. به خاطر خدا میگم که وقتی که شما بینین که هر یک حرفی من اگر به شرطی که نادرست باشد، ای پیشی خودم باشد یا با فایده خودم باشد، اینجا در بعد تو حق ملامت کردن داری. یکمن من گفتم که مردهایی که 3 سال 5 سال تا 11 سال مردایی هست که زنهاشون خبر نگرفتن، فرزنداشون خبر نگرفتن، اونها گفتن که برای ما سوم روان میکند، بین تلفن هم میکند، لیکن سوم و تلفن او مهمتر ضرورتر از این نیست که وای پیش ما بیاید. و حتی گفتن اونها خودشان در همونجا برای آرام کردن نفس خودشان یک زنی انمون بوگنیه که گفتیم یا یک زنی مثال دیگر کلمه‌ای را که اونها استفاده بردن، اونها گفتن برای آرام کردن خودشان زنها را نکاح کرده گرفتن. لیکن ما چی کار کنیم؟ برادری عزیز و گرامی، هر کدامی که از شما اگر در همین حالت باشی، یعنی زن همین قصات تو خبر نگرفته، در اونجا زن داری، ممکن فرزند داری، ولی این زن و این فرزندی در اینجا هست، آیا این یگان حق بالای تو ندارد؟ آیا حق دعوا کردن ندارد؟ آیا حق مثال همون ملامت کردن تو ندارد؟ چرا که او زنی که مثال در اونجا داری او حق داشته،
او ای هزار تاجیک در بالا بوده است. چرا این زن، حالا که این زن هم زنی نکاحی است کو، اینم بالای تو حق دارد که من حقاش از آیت های قرآن و حدیث های پیامبر برای شما گوش زد کردم. من از پیش خودم چیزی نگفتم. برای همین باز میگم در این مسئله هر کدامی که از شما در اونجا زن گرفتین، من حتی آیت قرآن هم آوردم از سوره مبارکه مائده آیت 5 و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب، بین ما همین آیت برای شما آوردم که حتی خدای مهربان اجازت داده است مردها را که شما زنهای محسناتش برادر عزیز و گرامی همون زنهای کتابیه که به موافق کتابشان باشد، چی لباس پوشیش، چی نوشیدنش، چی خوراکش، چی گشت و گذارش، همه به موافق کتاب باشد. یعنی وقتی وای گوید که من اهل کتابم لیکن 80% بدنش لوچه، بگد من اهل کتابم لیکن روزی دراز نوشاکی های مثال بگیم مسکننده می نوشه، من اهل کتابم مثلا شب به شب می گرده یا خواه بیاید خواه نخواه ناید. آیا برادر عزیز این زنداری نیست که آخی الله با این خیل زن شما را تاکید نکرد که با این خیل زنداری که یا این خیل زن را بگیر در نکاح خود درار، تو برای این کارت گناهگار میشه که. دیگر اینکه چرا برادر عزیز وقتی کردارهای زشتی همون را میبینی، چیزایی را که من حاضر گفتم، چرا برای پیشگیری کردن او تو قوت نداری، تو سعی نداری، چرا تو غیرت نداری؟ نمیتونی که این کارا را برای او کسمان کردن. معلوم میشود دادر عزیز هر کدامت که اگر از زمره همین خیل زنها را شما در نکاحتون در آورده باشین، شما در این نکاح کردگیتون که برای یک نفستون آرام کردن، شما گناهگارین پیش الله میروید. ولی آن نفرهایی که زنهای را گرفتن، خیلی که برادر میگد من 6 فرزند دارم، زنی من مسلمان است، ما در راست اونها برادر عزیز هیچ چیز گفته نمیتونیم. دهن ما بسته، ویم البته به البته ویم احترام دارد، ویم قدر دارد، ویم قیمت دارد. حتی همون زنهای کتابیه که اگر با کتابی خودشون پایبند عمل باشن، همونها هم احترام حق دارن. اینجا ملامتی من و گپی من در سر انامون کردارهای بد زیشتی اونها می روند. لیکن بازم یعنی که اگر وای مسلمانم باشد، فرزندم داشته باشی، لیکن این زن و این فرزندهای اینجا بدگی تا خبر نگیری، برای اینم باز جوابگری، برای اینم تو در پیشگاه خدای مهربان مسئولی برادر عزیز. دیگر مراجعتی که من کردم این بود که بسیاری از شوهرها تلفن نمیکنن، میگن برادرای عزیز آخه اینها بیچاره با کی مراجعت کنن؟ با کی مراجعت کنن؟ شاید صدای من، آواز من که به گوش شما میرسد، اینا در من مراجعت کردن که حاجی بابا شما گوین، شاید که اونا مقصد به یک سری خلاصه بیاین. درست کردن آخه ممکن همین آواز من رود، دیگر با تلفن با او تو صحبت نکنی، تلفنش نکنی. من برای شما گفتم که تلفن کنین، احوالشون را بپرسین، از کمبودی هاشون مقصد همیشه آگاهی داشته باشین. برای خدمتایی که در حق پدر و مادرت خانه و دری تو میکند، فرزندای تو میکند، شما شکرگزاری سپاسگزاری کنین. این تماما از رمکه آدمگری و ایمانداری و انسانگری بیرونه که یک آدم 3 سال 5 سال در خدمت خانواده تو سرگردان ایو، تو یک بار اوقات یک بار تلفنی صحبت نمیکنی، یا از حالش نمیپرسی، یا با تلفن حقارتش میکنی. که یک بار ایستاده می گپا را فکر که کاری تو درسته. همین معامله را در برابر همون زنکایی که میگوی ای هزار تاجیک بالای در برابر ما کرده میتونی. هر بیگه همون ساعتی در کاری در خانه در نباش، حال طبیعی چی میشود؟
اینا بر آدمای گوین که اینا آگاهی نداشته باشن. من باز میگم من پس نمیزنم، لیکن باز میگم زن تاجیک ما بالاتر و برتر و بهتر است. شاید زمانش بیاید، ممکن حاضر ترای گپا نمیفورد، شاید زمانش بیاید که وقتی بیرونی درد کردو، وقتی دیگر میبینی حالی خطا و میبینی مقصد به قدری خطا، بعد ممکن به درون دیلت بعد برای من یگان رحمت های یگان دعای نیکی بکنی. با من چی برادری عزیز؟ عذابی که تو میبینی، اذیتی تو میکشی، چیزی میکشی، خودت میکشی. من فقط آن چیزی را که خواندم، آن چیزی را که شنیدم، آن چیزی را که دیدم، من برای شما گفتم. بعضی ها را میدونی که همون زنها برای چی میگیرن؟ بعضی بچه های ما که برای دنیاشون میگیرنشون، برای که وای سون داره، خانه داره. بعضی ها بچه های ما برای همین اونها را زن میکنن، لیکن حال زندگی اونها برادر عزیز زندگی نیست که بگوی در او یک راحت باشه و در او یک کیفیت باشه. بسیاری بچه های ما را پاسپورتاشون گرفتگی هن، نمیماننشون دیگر همین طرف بیان. بعضی هاشا برای همون موسراشا پرتافتن، یا برای سگشا نگاه کردن، یا برای موش دارن. خودتون میدونین موشای همه را نگاه کردن میگیرن. این گپای ما برادرای عزیز برای شما باید جای خفگی نباشد. آخه شما برادرای ما این، من برادر شمایم. اگه گپی حق کمتر تلخه، کمتر سخت میرسد، یکی وقتی که اگر تو زن داشته باشی و زندگی حلالی تازه داشته باشی و با از این زنت خبر بگیری، برادر عزیز گپ در سر این نرفته. من برای آدمای گپ میزنم که اونها یک طرف تمام شرایط دادن، طرف دیگر را تماما اهمیت نیست. فکر میکنم اگه سخن فهمیدی برادر عزیز. بوگینیه که من گفتم مقصدم انمونهای هستن که در دهنکاشون سیگارت روزی دراز از نوشابه های مثال بگیم هم مسکننده می نوشن و در خانه مقصد بگیم پای بالای پای پرتافتگی شدگی. مقصد ما اونها بودن. مقصد ما او زن تازه حلال پاکیزه که ناموس و ننگی تای، مقصد من اون نبود. خدای مهربان حفظتان کند، خدای مهربان توفیقتان تید. باز میگم که برادرای عزیز و گرامی، حتما زن از مردم خودمان بگیرین. خدا خواهد برای شما با خیر است، هم دنیاتون ده هم آخرتون ده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.